به انتخاب پیوندک دو نوع پیوندک داریم، یکی سرشاخه یکی استخوانی. حالا من یکی شاخه برات توضیح بدم. سرشاخه یعنی همون انتهای شاخه، باید عمر این سرشاخه بیشتر از 6 ماه باشه، یعنی سفت باشه. این یک برگای اولیه‌اش رو حذف می‌کنیم، بعد به این صورت این میشه پیوندک سرشاخه. خب این انتهای همون شاخه بود. این پیوندک دومی میشه استخوانی. من نظر شخصی خودمه اینو میپسندم، چون این یه جوانه میزنه، این هرچی برگ هست 3 تا 4 تا و زودتر به ثمر میرسه و کیفیت انبه بهتر. این هم بد نیست، ولی خب سرشاخه است، یه شاخه میره بالا، بعدن باید خود سرشاخه رو حذف کنی. بدرود.